آماده کنم براش بخونم. لالایی داره میخونه ماشالله ماشی. بخواب عزیزم، به چجیبیتی این لالا یا بخواب عزیزم، چشماتو ببند، توی خوابای شیرین با من بمون، مهتاب کنارتون میرقصه. خافیه نداره. خواب آروم بگیر، میرن. یه دور حداقل از توش میخوندی. اصلا خدای معنی نداره. نگاه مهتاب کنارتون میرقصه، خواب آروم بگیر، نه اون دلت شاد احتمالا یه باشه. زبان دیگه یه این اومده ترجمهش کرده اینجوری شده، اسپانیایی دلت بوده. شاد باشه، همیشه خوشحال باشی، خواب خوش عزیزکم. به درد نمیخوره. خب فندق عزیزکم. یا علی صدای کی بود؟ آیفون بدون هیچ دلیلی. داری میخوابی واقعا فندق، یه تاثیر داره دستاشو یه دور بده بالا. این دیگه کار نزدیک دوربینه. آره. او خدای جانم. یکی دیگه آورد. بخواب ای گل من، چشماتو ببند.